رفتاری که دیگران با شما دارن انعکاس همون رفتاری هست که خودتون با خودتون دارید و چیزی که روی رفتار شما تاثیر میذاره سطح عزت نفستون هست. یعنی هر چقدر که عزت نفس بالایی داشته باشین به خودتون احترام میذارید و از دیگران هم میخواید که رفتار محترمانه ای با شما داشته باشن. و اگر سطح عزت نفستون پایین باشه، رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به خودتون دارید و این رفتارهای پرخاشگرانه دیگران رو هم طبیعی میدونید و در مقابلش یا سکوت میکنید و یا به صورت پرخاشگرانه اون رو بهش برمیگردونید که این دو حالت غلطه و ادامه این رفتار رو رقم میزنه. و بهتر این هست و درستش این هست که در حالی که به خودتون احترام میذارید به صورت محترمانه و در فضای امن از همسرتون بخواید که به شما احترام بذارن، به نظراتتون احترام بذارن و رفتارهای محترمانه ای رو انجام بدن.